هموطنان عزیز، اگر ما یک نهال و 40 نفر اکسیژن میتا، اگر ما از نهالها و درختان حفاظت کنیم، یک شهر آباد و پر از نفوس می داشته باشیم و دور از امراض مرض و چیزا می داشته باشیم. باید ما نهال قطع کنیم و از درختان حفاظت کنیم.
آفرین. با اطفال ما در اینجا یک نمایش داشته باشه و بتونن هنر خود به مردم برسونن در رسم مثلا ما هر نفر یک نهار بتونیم ما واقعا تشکر می‌کنیم. ما که دیدیم Aku